سلام، آذر مظلوم هستم و شما خوش اومدید به استدیوی فرتاک. شرکت سپهرسامان فرتاک برنامه‌ای داره به اسم ایکلا که در این برنامه در رابطه با حوزه‌های مختلف دام، طیور و آبزیان با افراد متخصص مصاحبه میشه. امروز هم در خدمت آقای دکتر حسین جهانی عزیزآبادی هستیم، متخصص علوم دامی و تغذیه نشخوار و عضو هیئت علمی دانشگاه کردستان. و موضوع برنامه هم اهمیت و کیفیت آغوز در رشد و سلامت گوساله شیرخواره. سلام جناب دکتر، خیلی خوش آمدید. سلام، وقت شما هم بخیر. ممنون از اینکه بنده رو دعوت کردین. بنده جهانی هستم، عضو هیئت علمی دانشگاه کردستان، متخصص تغذیه نشخوار کنندگان و فعال در حوزه صنعت دام به عنوان مشاور تغذیه و مدیریت پرورش دام در خدمتتون هستم. خیلی خوش آمدید آقای دکتر. متشکرم. ما طی این برنامه ها قرار هستش که خب موضوعات مختلفی رو با افراد مختلفی و متخصصی مثل شما ضبط بکنیم و به دوستان ارائه بدیم. آقای دکتر، ابتدا توضیح بدید که آغوز چیست و چه از نظر ترکیبات بیوشیمیایی چه تفاوتی با شیر داره؟ این آغوز اول میشه مثل یک بنزین سوپر بهش نگاه کرد. آغوز اولین شیری که بعد از زایش در واقع دوشیده میشه اصطلاحاً آغوز نامیده میشه. از لحاظ ترکیب شیمیایی هم با شیر معمولی متفاوته. غلظت مواد مغذی اکثراً بالاتر از شیر بجز لاکتوز که تقریباً لاکتوزش 50% لاکتوز شیر هست در هر کیلوگرم. تقریباً این چیز اولوش در هر 100 کیلو در واقع 2.5% لاکتوز داره، در حالی که در شیر یه چیز اولوش 4.9 تا 5% در واقع لاکتوز وجود داره. اهمیت آغوز از این جهته که به هر حال برخی از این مواد مغذی در دوران جنینی قابلیت انتقال از طریق جفت به نتاج و در نشخوار کنندگان نداره، از جمله ایمونوگلوبولین ها، برخی از حتی ویتامین ها، ویتامین ها و عناصری مثل سلنیوم، ویتامین ای. لذا اینو خداوند در خلقت این موجودات قرار داده، از طریق آغوز اینو در اختیار نوزاد آفسپرینگی که بعد از زایش در واقع یک منبع مواد مغذی در اختیارش قرار میده که هم از جنبه تامین احتیاجات انرژی، پروتئین، ویتامین ها، مواد معدنی بسیار حائز اهمیت، هم تامین ایمونوگلوبولین ها برای تقویت سیستم ایمنی بدن که بتونه اون تا وقتی که سیستم ایمنی بدن خود گوساله یا بره یا بزغال فعال میشه، این یک حامی باشه که بتونه کمک کنه و سلامتش رو در واقع تامین کنه. لذا ما همون دوشش اول رو بهش میگیم آغوز. بعد از دوشش اول دیگه آغوز نیست و ترکیباتش نه مثل ترکیبات آغوزه نه مثل ترکیبات شیر، اصطلاحاً شیر انتقالی بهش گفته میشه. از لحاظ مواد مغذی خب اون چیزی که در آغوز شاخص‌تر و بیشتر مورد اهمیت قرار میگیره غلظت ایمونوگلوبولین هاست که در آغوز بسیار بالاتر از شیر هست. ماده خشک آغوز یه چیزی تقریبا اگر ما بگیم شیر با کیفیت خیلی بالایی داریم با 12% ماده خشک، در آغوز یه چیزی نزدیک 24% ماده خشک وجود داره. خدمت شما عرض کنم چربی تقریبا یه چیزی نزدیک به 3 برابر شیر، 2.5 برابر شیر معمولی. پروتئین نزدیک 5 برابر تا 14% آغوز در واقع پروتئین داره. و هر چقدر که ما بعد از اولین دوشش داریم دوشش دیگه ای انجام میدیم، طبیعتاً غلظت مواد مغذی کاهش پیدا میکنه. منبع بسیار غنی از لحاظ ایمونوگلوبولین ها هست. تقریباً یا آغوز با کیفیت باید حدوداً حداقل 50 گرم در هر لیتر ایمونوگلوبولین داشته باشه، در حالی که در شیر غلظت ایمونوگلوبولین ها بسیار بسیار پایین‌تر از این هست. و از لحاظ ویتامین ها، مواد معدنی هم باز غلظت ویتامین ها خیلی بالاتر از شیر، خصوصا ویتامین A، ویتامین E، مواد معدنی مثل سلنیوم، کلسیوم غلظت بالاتری نسبت به شیر داره. کلا عرض کردم بجز بحث لاکتوز از لحاظ باقی مواد مغذی غلظت مواد مغذی تشکیل دهنده آغوز از شیر بیشتر است و تقریبا یه چیزی هولوش 6 تا دوشش تا 8 تا دوشش ترکیب آغوز نزدیک میشه به ترکیب شیر و دیگه تقریبا به شیر کامل تبدیل میشه، دیگه از شیر انتقالی به شیر کامل تبدیل میشه. بسیار هم عالی. نقش آغوز در تقویت سیستم ایمنی و رشد گوساله های شیرخوار چیه؟ این همونجوری خدمتتون عرض کردم انتقال بعضی از مواد مغذی و آنتیبادی ها از طریق جفت در نشخوار کنندگان بسیار محدوده
و لازمه که به هر حال این آنتیبادی ها بیماری هایی که مادر در طول دوران زندگیش با اون در ارتباط بوده این ایمنی پسیو رو در واقع به گوساله هم منتقل کنه که بتونه تا وقتی که سیستم ایمنی بدن خودش فعال میشه در مقابل بیماری ها مقاومت داشته باشه. و خب مطالعات مختلف هم انجام شد، دیدن هر چقدر غلظت ایمونوگلوبولین های آغاز بالاتر باشه میزان ابتلا به بیماری ها، میزان مرگ میر کمتر هستش. حالا روی تولید شیر اینها هم در واقع تاثیرگذاره، یعنی تولید شیر این گوساله در آینده حتی روی عملکردش، رشد شکمبه و بقیه موارد. آنچه که از اهمیت ما در بحث آغاز یک مسئله ایمونوگلوبولین ها هستن که در واقع ماکروپروتین ها هستن، پروتین های درشتن. مادر تمامی بیماری هایی که در طول دوران زندگیش باش در ارتباط بوده آنتیبادی بر علیه اونا تولید کردین، آنتیبادی از طریق آغاز منتقل بشود به گوساله. این سبب میشه که مقاومت داشته باشه تا سیستم ایمنی خودش در واقع فعال میشه و یه دوران بسیار حساسی ما داریم. تقریبا در هم چند روز اول که آغاز به گوساله داده میشه بالاترین سطح ایمنی رو داره، به تدریج این کاهش پیدا میکنه. تقریبا از هفته سوم سیستم ایمنی خود گوساله یک روند افزایشی نسبتا خوبی پیدا میکنه، فعالیتش این 2 هفته‌ای در واقع دوران ریسک است که باید ما بتونیم با دادن آغاز با کیفیت مناسب و حجم مناسب کمک کنیم. معمولا دیگه در 2 ماهگی گوساله سیستم ایمنی بدنش به صورت کامل فعاله و میتونه در واقع مقاومت کنه در مقابل بیماری ها و آنتیبادی مناسب تولید کنه. در داخل آغاز بجز ایمونوگلوبولین ها که حالا مهمترینشون IgG هست، حدود 85 تا 90% از ایمونوگلوبولین های موجود در آغاز IgG، حدود 5% IgA، حدود 7% IgM. در داخل آغاز IgE هم داریم که بسیار هم موثر، ولی خب غلظت اونها خیلی کمه، برای همین اکثر مطالعات و مباحث راجع به IgG هست، ایمونوگلوبولین نوع G. علاوه بر این ایمونوگلوبولین ها که در واقع آنتیبادی هایی هستن که میتونه کمک کنه به سیستم ایمنی، در ترکیب خود آغاز ترکیبات دیگه هم هست که در تقویت سیستم ایمنی و سلامت بسیار موثره، مثل ویتامین ای که عرض کردم غلظتش خیلی بالاتر از شیر هست، سلنیوم باز به همین شکل. علاوه بر اون در داخل آغاز ترکیبات ضد میکروبی هستن که مثل لاکتوفرین، مثل در واقع اولیگوساکاریدها که اینا کمک میکنن به میکروبالیسما متصل میشن، از جذبشون در واقع جلوگیری میکنن، یا خاصیت ضد باکتریایی دارن، ضد میکروبی دارن، میکروب ها رو از بین میبرن و مجموع اینها در واقع دست به دست هم میده که سیستم ایمنی بدن گوساله و سیستم آنتی اکسیدانی بدن گوساله رو در واقع کمک کنه. لذا هم خود مصرف آغازه حائز اهمیته، چون به هر حال تا یه حدود 24 ساعتی جذب ایمونوگلوبولین ها وجود داره، ولی خب خیلی کاهش پیدا میکنه بعد از حدود 8 ساعت و بعد از اون خوراندن شیر انتقالی هم باز موثره به واسطه وجود این ترکیبات در داخل شیر که کمک میکنه به حفظ سلامت در داخل لوله گوارشی. اگر پاتوژنی هم داره وارد میشه این در واقع پیشگیری میکنه یا کمک میکنه به مقاومت گوساله، به مبارزه با این پاتوژن ها و خب مواد مغذی بیشتری هم هست. سیستم ایمنی نیازمند این مواد مغذی هست. لذا هم ایمونوگلوبولین ها از اهمیت تا به اون در واقع فعالیت مناسب سیستم ایمنی بدن خود گوساله برسه و هم در واقع ترکیباتی که حالا علاوه بر ترکیبات خاصیت ضد باکتریایی دارن، ضد میکروبی دارن و تقویت کننده سیستم ایمنی هستن، اینها ترکیبات دیگه هم در واقع آغاز وجود داره. فاکتور در واقع یک سری هورمون ها هستن مثل IGF-1، انسولین هست، هورمون رشد هست که اینها بر سلامت گوساله، توسعه دستگاه گوارشش، رشد پرزهای شکمبه، شروع فعالیت پرزهای شکمبه، اینها بسیار حائز اهمیت. خب جناب دکتر، مکانیزم جذب این ایمونوگلوبولین ها در روده گوساله چطوریه و چه عواملی در فرایند این موضوع میتونه اختلال ایجاد کنه؟ جذب ایمونوگلوبولین ها همونجوری که عرض شد ماکروپروتین ها هستن، پروتین های درشتن. لذا اگر قرار از خاصیت آنتیبادیشون حفظ بشه باید به صورت دست نخورده در واقع جذب اتفاق بیفته. در بعد تولد فاصله سلول های روده از هم در واقع زیاد، هنوز کاملا توسعه پیدا نکرده بافت روده، کاملا در واقع سلول ها بسته نشدن. اون جانکشن هایی که وجود داره، محل هایی که برای جذب وجود داره، فضای زیادی داره و به راحتی ایمونوگلوبولین ها
به صورت پسیو در واقع جذب بشن. خب این هم فرصت است هم خطره، چون به هر حال این فضایی که وجود داره اگر آغوز کیفیت مناسبی نداشته باشد، آلودگی میکروبی داشته باشه، به راحتی میکروارگانیسم‌ها هم میتونن وارد در واقع جریان خون بشن و مشکل ایجاد کنن. عوامل بسیار زیادی رو حالا بحث جذب ایمونوگلوبولین ها تاثیرگذار هست. مهمترین مسئله زمان مصرف آغوز هست، یا بهتر بگیم سن گوساله از بعد تولد. تقریبا میشه گفت در حدود 6 تا 8 ساعت بعد از تولد جذب ایمونوگلوبولین ها به کمتر از 50% میرسه. لذا ما یک گلدن تایم داریم، یک زمان طلایی داریم و باید اون 6 ساعت اول به اندازه کافی ایمونوگلوبولین در اختیار گوساله قرار بدیم یا آغوز با کیفیت مناسب در اختیار گوساله قرار بدیم که به اندازه کافی جذب صورت بگیره. عوامل بسیار زیادی روی این جذب تاثیرگذار هستن. یک سری عوامل میتونن کمک کننده باشن، یک سری عوامل میتونن اثرات تخریبی داشته باشن. به جز مسئله سن گوساله، بار میکروبی در واقع آغوز اگر بالا باشه، خود میکروارگانیسم‌ها جذب ایمونوگلوبولین ها رو دچار مشکل میکنن. اگر آغوز فراوری بشود و این فراوری منجر به آسیب حرارتی بشه برای ایمونوگلوبولین ها، خب جذب و تحت تاثیر قرار میده. استرس های حرارتی، چه کولد استرس چه هیت استرس، جذب ایمونوگلوبولین ها رو دچار مشکل میکنه و این به هر حال نکته‌ای که وجود داره اینه که ما فقط آغوز رو در اختیار گوساله قرار بدیم، بگیم آغوز ارزیابی کردیم کیفیت مناسبی داره، کفایت نمیکنه و لازمه بعدا مانیتورینگ بشه که ببینیم آیا به اندازه کافی هم ایمونوگلوبولین جذب شده یا خیر. ولی همونجوری که خدمتتون عرض کردم، مهمترین مسئله سن گوساله از بعد تولد هست. حجم آغوزی که ما در اختیار قرار میدیم میتونه عامل تاثیرگذار باشه و آلودگی میکروبی خدمتتون عرض کردم. بعضی از ترکیبات هم در خود آغوز وجود داره که حالا هم کمک میکنه به جذب ایمونوگلوبولین ها، هم به افزایش سطح ایمنی، مثل لوکوسایت های مادری که وجود داره. اینها به هر حال عوامل تاثیرگذارن. روش نگهداری آغوز یکی از عوامل که میتونه مؤثر باشه. خب ما در بعضی از دامداری ها آغوز رو در واقع بانک آغوز تشکیل میدن، فریز میکنن. فریز کردن یک مزایای ممکنه داشته باشه، شما به حال نیاز خواهید داشت به بانک آغوز. خانه‌ها ممکنه بعضی از گوساله ها، بزغاله ها، بره ها مادراشون از دست بدن یا مادرشون آغوز با کیفیت مناسب نداشته باشه. لازمه که بلافاصله یک آغوز با کیفیت مناسب در اختیار قرار بگیره. لذا همیشه ذخیره سازی آغوز در گله های بزرگ هست، یه بانک آغوزی وجود داره. منتها وقتی که شما مثلا آغوز رو فریز میکنین، خب همین لیکوسایت ها اکثرا از بین میرن که برای افزایش تقویت سیستم ایمنی و جذب بسیار مهمه. و فریز کردن هم حالا مطالعات انجام شده نشون دادن تا حدود 8 ماه روی مقدار جذب ایمونوگلوبولین ها تاثیر منفی نداره، ولی وقتی بالاتر میره جذب رو در واقع کاهش میده. درست، خیلی هم عالی. خیلی ممنونم دکتر تا اینجا از توضیحات خوبتون. یه سوالی که حالا همیشه پرسیده میشه توی تمام مباحث اینه که خب تو بحث حالا آغوز روش‌های مختلف ارزیابی کیفیت آغوز چیه و از نظر شما کدوم روش کاربردی‌تر و دقیق‌تره؟ خب روش ارزیابی کیفیت آغوز بخشش برمیگرده به امکاناتی که فارم‌ها دارن، ولی خب ساده ترین روش میگن رنگ آغوز رو نگاه کنیم. آغوز هرچی رنگ زردتری داشته باشه احتمالاً کیفیت بالاتری داره. ممکنه که به واسطه چربی بالاتر باشه، ممکنه که اصلا دام دچار ورم پستان شده باشه. لذا هر کدوم از این روش یک سری معایب دارن، یک سری مزایا دارن. غلظت آغوز، رنگ آغوز روشیه که ما یک کنترل کیفی داریم روش انجام میدیم و خیلی دقیق نیست. اندازه‌گیری دانسیته آغوز روشی که با کلسترومتر اندازه‌گیری میشه. دستگاهی مثل ژربر عمل میکنه، داخل یک ظرف 1 لیتری آغوز رو میریزن، این دستگاه رو قرار میدن. حداقل باید دانسیته آغوز 1/50 به بالا باشه، یعنی کمتر از اون آغوز کیفیت مناسبی رو نداره. مطالعات هم انجام شد، دیدن که اگر دانسیتی آغوز 1/50 باشه، غلظت IgG در داخل آغوز تقریبا 50 گرم در هر لیتر هست. اون حداقل کیفیتی که ما در واقع نیاز داریم رو تامین میکنه. خب اینها روش‌هایی هستند که به هر حال یه مقداری خب دقت کمتری دارن یا زمان بیشتری نیاز داره. امروزه بهترین روشی که استفاده میکنن و آن فارم هست، در دسترس هست، خب طبیعتا ما اگر آغوز رو ببریم غلظت IgG شو مستقیم اندازه گیری کنیم خیلی بهتره، چون دانسیته رو شما می‌کنید یک شیری دانسیته بالایی داشته و پروتئین بالاتری داشته باشه.
و این الزاما ممکنه که معادل با IgG بالاتر نباشه، ممکنه یه سری عوامل خطا وجود داشته باشه. دما روی این ارزیابی ما بسیار حائز اهمیته. بهتر این که ارزیابی که داریم انجام میدیم در دمای حدود 25 درجه سانتیگراد باشه. در غیر این صورت خطا ایجاد میکنه و این خطا باعث میشه که ما یک ارزیابی نادرستی داشته باشیم و با این دید داریم پیش میریم که یه آغاز با کیفیت مناسب داریم به گوساله میدیم. خب روشی دیگه استفاده از رفلکتومترها هستن یا دستگاه بریکس که این خب ابتدا با آب مخدر تنظیم میشه. دستگاه چند قطره روی اون شیشه‌اش ریخته میشه و میزان شکست نور رو اندازه گیری میکنیم. روش سریع و در دسترسی هست. این هم همون بحث دما درش بسیار حائز اهمیته و با استفاده از در واقع عدد بریکسی که به دست میاد باز ارزیابی شده نسبت به غلظت IgG و اگر حداقل عدد بریکس 20 باشه حدود 50 گرم در لیتر IgG ارزیابی میشه که وجود داشته باشه و خب عرض کردم این همین ممکنه باز خطاهای مربوط به کلسترومتر رو داشته باشه ولی خب یک روش سریع و آن فرم هست. ما میتونیم ارزیابی انجام بدیم. امروز البته در گله ها برای عدد بریکس خب اعداد متفاوته ولی اکثر گله ها آغاز با بریکس زیر 24 رو در واقع مصرف نمی‌کنن به خاطر اینکه خیالشون راحت باشه از این قضیه. روش خیلی دقیق تر که عرض کردم باید غلظت IgG رو در آغاز ما ارزیابی کنیم بسنجیم. خب این نیاز به زمان داره، دستگاه دقیق تری نیاز داره یا باید با کیت اندازه گیری بشه و ممکنه ما اون فرصت رو از دست بدیم. زمانی ما طبیعتا دنبال روش‌های دقیق تر میریم که یا مثلا از بانک آغاز داریم به گوساله تازه متولد شده، بره تازه متولد شده آغاز میدیم، یا اینکه و این فرصت داریم در واقع که نمونه مربوط به آغاز مادرش رو ببریم ارزیابی کنیم برای حالا گوساله های بعدی. ولی روش بریکس روش خیلی سریعتر و جامع‌تر عمومی‌تریه که در حال حاضر در اکثر گله ها برای ارزیابی آغاز ازش استفاده میکنیم و توی اکثر فرم ها هم قابل اندازه‌گیری هست دیگه. این روشی که شما گفتید درسته؟ ولی دستگاه بریکس داره یک دستگاه رفلکتومتر کوچیکه، شاید تقریبا به اندازه از لحاظ طول یک خودکار بیک که خیلی سریع میتونه نمونه‌گیری انجام بشه و ارزیابی صورت بگیره. خیلی هم عالی. آقای دکتر حالا شما رو بحث ایمونوگلوبولین ها خیلی تاکید دارید. اهمیت آغوز فقط مربوط به همین موارد هستش یا چیزای دیگه ای هم در نظر گرفته میشه؟ کردم در داخل آغوز علاوه بر بحث ایمونوگلوبولین ها ترکیبات دیگه هستن که روی رشد گوساله، روی توسعه دستگاه گوارشش، روی سلامتش، روی ایمنی موثرن و فقط بحث ایمونوگلوبولین ها نیست. منتها ایمونوگلوبولین ها برای ما خب از اهمیت بسیار بالاتری برخورداره. عرض کردم لکوسیت های مادری بسیار حائز اهمیت روی تقویت سیستم ایمنی گوساله. مطالعات نشون داده آغوزهایی که لکوسیتش از بین رفته یا فریز شده نسبت به آغوزی که حاوی لکوسیت هست و در اختیار گوساله قرار داره مثل آغوز فرش، این سطح ایمنی گوساله ها در آغوزهای فرش که حاوی لکوسیت های مادری بوده و از بین نرفته بالاتر بوده. فاکتور رشد IGF-I فاکتور شبه رشد درش وجود داره، هورمون رشد هست، انسولین هست. خدمت شما از ترکیبات ضد میکروبی با خواص ضد میکروبی مثل اولیگوساکاریدهای مربوط به خود آغوز، مثل ترکیبات خود ویتامین ای، سلنیوم بالاتر، اینا همه در تقویت سیستم ایمنی بسیار حائز اهمیتن. علاوه بر این خب آغوز یک منبع غذایی بسیار مقوی هست. بله. برای گوساله‌ای که تازه به دنیا میاد خب در معرض محیط تازه‌ای قرار میگیره که سرشار از پاتوژن هست. ما هر کاری کنیم به هر حال در محیط پاتوژن هست. دمای متفاوتی داره با دمای بدن مادر و این گوساله تا به حال از در واقع خون مادر استفاده کرده و ترکیبات فیلتر شده و سریع و جذب‌تری رو دریافت کرده. لذا ترکیبی مثل آغوز با غلظت بالایی از مواد مغذی، ویتامین ها، مواد معدنی، پروتئین، چربی، اینها کمک میکنه که در واقع گوساله بتونه سریعتر خودشون منطبق کنه، نیازاشو تامین کنه با محیط جدیدی که درش قرار گرفته. بسیار عالی. این ترکیبات هم بسیار رو رشد گوساله حائز اهمیتن. عرض کردم حتی شیر انتقالی که هنوز
در واقع درش ترکیبات آغاز وجود داره به شیر تبدیل نشده. مطالعات انجام شده روی رشد پرس‌های شکمبه، روی عملکرد گوساله، توسعه شکمبه. همون روزهای اول بسیار حائز اهمیت میتونه کمک کنه. پس این که دیگه فقط همون دفعه اول بخوان آغوز بدن و بعد هم دیگه شیر معمولی بدن به نظر شما؟ نه. اولا که خب این طبیعت، در طبیعت هم گوساله ابتدا از مادر آغاز خورده، دوشش اول از مادر خورده، بعد یواش یواش این داره به شیر انتقالی رو خورده میشه. بس این یک پیروی از طبیعت و یک الگو گرفتن از طبیعت هست و باید در واقع این ادامه پیدا کنه و بهترم هست. خب یه مقدار مدیریتش تو گله‌های بزرگ ممکنه سخت باشه، ولی این از لحاظ اقتصادی و از لحاظ سلامت گوساله اهمیت رو داره که ما به هر حال اینا رو حالا یا در آغوزخونه نگه داریم، مدیریت جداگانه داشته باشیم و حتما شیر انتقالی رو دریافت کنن در اون چند روز اول که خیلی میتونه کمک کنه به عملکرد و سلامتشون. حتی عرض کردم آغوز میتونه روی تولید شیر گوساله در شکم اول و دومش هم تاثیرگذار باشه بر اساس نتایجی که حالا توی مطالعات مختلف دست اومد. بسیار هم عالی. خب آقای دکتر نظرتون راجع به عوامل مدیریتی و محیطی چیه بر کیفیت آغوز؟ حالا خود آغوز که یه سری خواص رو داره، یه سری پارامترها رو داره، ولی مباحث مدیریتی فارم چطور میتونه تاثیرگذار باشه؟ خب بخشی از این سوالتون رو در سوال قبل در واقع بهش پرداختیم، ولی تو حوزه مدیریتی به هر حال بحث بهداشت جایگاه یکی از دغدغه‌هایی که همیشه وجود داره سطح آلودگی‌های میکروبی در داخل آغوز هست. یک کات آف پوینتی در واقع برای این قرار دادن که کمتر از 100,000 CFU میکروب باید وجود داشت، هرچه کمتر بهتر. در آغوزهایی که پاستور میشن خب خیلی هم کمتر است. ما بخشی از مشکلاتی که داریم تو گله ها وقتی ارزیابی در واقع بروز بیماری ها، وقوع بیماری ها رو داریم بررسی میکنیم، بعضی از گله ها میبینیم میزان بروز مثلا اسهال تو هفته اول زیاده، تو چند روز اول زیاده. خب گوساله‌ای که آغوز داره مصرف میکنه، شیر انتقالی داره مصرف میکنه، سرشار از ترکیباتی هستن که خاصیت ضد میکروبی دارن، تقویت میکنن سیستم ایمنی رو، بروز چنین چیزی نشون میده که ما سطح آلودگیمون بالاست و خود آغوز یک منشأ انتقال آلودگی. لذا اگر سطح بهداشتی گله پایین باشه و در همون بدو تولد که سلول‌های رود انباز هست و امکان جذب پاتوژن ها هم وجود داره، یک در واقع ماده مصرف کند گوساله به عنوان آغوز که آلودگی میکروبی بالایی داره، این میتونه سلامت گوساله رو به خطر بندازه و اکثرا معمولا این آلودگی ها ایکولای ها، شیگلا ها، پاستورولا ها، اینها ترکیباتی هستن که مشکل ایجاد میکنن برای در واقع گوساله. لذا بهداشت جایگاه بسیار حائز اهمیت، خصوصا ما برای اصلا کلا دوره خشکی برای گاوهایی که وقتی داریم خشکی، ابتدای دوره خشکی و اواخر دوره خشکی از اهمیت بسیار زیادی برخورد. ابتدای دوره خشکی ما گاو داریم خشک میکنیم، دیگه دوششی وجود نداره. خب طبیعتاً چون دوشش وجود نداره چند روز پستان متورم میشه، حتی لاکای سرپستانک باز میشه، ترشح شیر وجود داره، ریزش شیر وجود داره. خب از همون طرف هم دام به هر حال چون استراحتش بیشتر میشه، حجم خوراکش کمتر، اگر آلودگی وارد پستان بشود چون دوشش وجود نداره این آلودگی خارج نمیشه، مواد مغذی هم هست و به راحتی این میکروگانیسم‌ها رشد میکنن. در انتهای دوره خشکی هم برای گاوای کلوزآپ همین داستانه. خب آغوز زاییده میشه در داخل پستان، حجم پستان افزایش پیدا میکنه، دام خب وقتی روی زمین در واقع میخوابه دراز میکشه فشار میاد و ترشح شیر وجود داره، لاکا باز میشه، باز مجدد ممکنه که آلودگی وارد بشه. لذا بحث بهداشت بستر بسیار بسیار حائز اهمیته. خب اگر بتونی آغوز رو پاستور کنیم میتونه کمک کنه آلودگی ها رو در واقع کاهش بده که از جهت انتقال آلودگی دچار مشکل نشیم. مسئله بعدی مدیریت خوراندن آغوز با حجم مناسب، کیفیت مناسب و در واقع حجم مناسب، هم کیفیتش مناسب باشه هم حجمش. این مسئله خب خیلی حائز اهمیت به هر حال تو حوزه مدیریتی ارزیابی یک آغوز. اینکه ما فقط بگیم به گوسالمون آغوز دادیم، حالا نمیدونم جزء سوالاتون هست یا خیر، ما 10 تا 12% حداقل میزان آغوزیه که گوساله باید دریافت کنه. بله. این 10 تا 12% حداقل اگر میل به مصرف بیشتری داشته باشه محدودیتی نداره. منتها این معیار نیست که گوساله ما حداقل 10% آغوز مصرف کنه، 10% وزن بدنش.
یعنی یه گوساله 40 کیلویی مثلا 4 لیتر آغوز مصرف کنه. زمان خوراندن آغوز خیلی حائز اهمیته که ما باید سعی کنیم در 6 ساعت اول مصرف کرده باشه. اگر مطالعات نشون داده که اگر تو همون بدو تولد 4 لیتر آغوز مصرف کنه، سطح IgG خونش بالاتر هست گوساله. علاوه بر این مقدار ایمونوگلوبولینی که در اختیار قرار میدیم حائز اهمیت، یعنی یک ارزیابی دقیق از آغاز که ما بدونیم در واقع با عدد بریکسی که به دست میاریم رگرسیون بگیریم، هم بستگیشو ببینیم با غلظت ایمونوگلوبولین ها چقدر است. گوساله باید همون بدو تولد در اولین مصرف 150 تا 200 گرم IgG مصرف کند. این خیلی حائز اهمیته که بتونه در واقع نیازشو تامین کنه. اگر نه آغاز کیفیتش پایین باشه، طبیعتاً اون مقدار ایمونوگلوبولین دریافت نشه، سطح مناسبی از ایمنی رو هم نخواهد داشت. لذا از لحاظ مدیریتی کنترل کیفیت آغاز از لحاظ در واقع کمیت ایمونوگلوبولین ها علاوه بر بحث سلامتش حائز اهمیته که بدونیم چقدر در اختیار قرار بدیم و زمان خوراندن. این که ما سریعترین یا کوتاه‌ترین زمان بعد از تولد بتونیم آغاز در اختیار گوساله قرار بدیم خیلی حائز اهمیته و مهمترین مسئله است که بتونه سریعتر جذب ایمونوگلوبولین رو داشته باشه. همونجوری که عرض شد ظرف حدود 6 ساعت بعد از تولد جذب IgG به کمتر از 50% میرسه. بس این زمان بسیار حائز اهمیت. کیفیت خود آغاز تولیدی هم خود طبیعتاً تحت تاثیر تغذیه دام، تحت تاثیر کنترل استرس های حرارتی میتونه بسیار قرار بگیره. عوامل دیگه هم تاثیرگذار هستن، شاید از دست ما خارج، مثلا سن مادر یکی از عواملی که رو کیفیت آغاز بسیار حائز اهمیته. خب ما میتونیم با حفظ در واقع آغاز مازاد دام‌هایی که سن بالاتری دارن و آغاز با کیفیت تری دارن به عنوان در بانک آغازمون برای گوساله‌ای که مادر شکم اول دارن یا کیفیت آغازشون مناسب نیست، از لحاظ مدیریتی اینو در واقع کنترل کنیم. ولی خب برای خود سن مادر کاری نمیتونیم انجام بدیم. استرس های حرارتی میتونه کیفیت آغاز رو در واقع کاهش بده. بخشی از این برمیگرده به میزان ماده خشک مصرفی. که وقتی ماده خشک مصرفی رو کاهش میده، خب طبعا مواد مغذی کمتر، ویتامین های کمتری دام دریافت میکنه. ما معمولا در گله ها در فصل تابستان با این مسئله در واقع چه در استرس گرمایی و سرمایی مشکل داریم. ممکنه ما بعضی از استرس ها کیفیت آغاز رو کاهش نده ولی حجم آغاز رو کاهش بده و خب آغاز هم حجمش کاهش پیدا کنه، طبیعتاً غلظت ایمونوگلوبولین ها افزایش پیدا میکنه، ولی ممکنه که به اندازه کافی برای اون گوساله آغاز مناسب در اختیار نداشته باشیم. حجم آغازی که میدوشیم خیلی حائز اهمیته. خب من دیدم در بعضی از گله ها 14-15 لیتر هم گاو در بعد تولد میدوشن. این هم از لحاظ شوک‌های تغذیه برای خود مادر، خصوصا بحث هموستاز کلسیم حائز اهمیتشون. آغاز کلسیم بالاتری داره و یهو که ما حجم زیادی آغاز خارج میکنیم از پستان، دوباره ترشح شیر انتقالی شروع میشه و خب این طبیعتا مقدار زیادی کلسیم رو خارج میکنیم، یک شوک برای دام ایجاد میکنه. هم مطالعات نشون داده که نهایتا بهترین کیفیت آغاز ما نهایتا باید 8 لیتر 8.5 لیتر داممون رو بدوشیم که یک آغاز با کیفیت مناسب تولید کنه. خب برای خود گوساله هم ما یه چیز هولوش 4 تا 5 لیتر نیاز داریم، بس نیازم نیست در همون دوش اول ما بدوشیم، چون وقتی که حجم دوشش افزایش پیدا میکنه غلظت ایمونوگلوبولین ها در سینوس سرپستانک، سینوس پستان، در داکت ها همونجوری که میریم به سمت آلوئل ها کاهش پیدا میکنه. طبیعتا ما هرچه شیر بیشتری خارج کنیم غلظت ایمونوگلوبولین ها کمتر میشه، رقیق‌تر میشه اصطلاحاً و اون آغاز ما از اون کیفیت مناسب برخوردار نیست. خب کمتر هم میشه دوشش داشته باشن. شما میگید نهایتش 8.5 لیتر. 8.5 لیتر بله، بیشتر خب کمتر باشه که مشکلی ندارن دیگه، درسته؟ نه مشکلی رو اون قضیه نیست. نشون هم داده شده که مثلا تا 8.5 لیتر هم باز کیفیت آغاز خیلی تغییری نخواهد کرد. رو بحث تغذیه هم رو بحث کیفیت آغاز به عنوان یک فاکتور مدیریتی در واقع تغذیه، حجم پروتئینه که دام دریافت میکنه، مقدار پروتئین نتایج متناقضی داشته، یعنی الزاماً گزارشات بر این نیست که حتما منجر به افزایش کیفیت آغاز میشه. بیشتر روی تلیسه ها مؤثر بوده، گاوهای شکم که قرار شکم اول رو در آغاز ایمان کنن، ولی مطالعات نشون داده روی میزانی از سلنیوم و ویتامین ای نشون داده هم حجم آغاز و تولیدی رو افزایش میده، روی کیفیت مؤثر هست
ولی خب ویتامین D، ویتامین A خیلی تغییری در غلظت رتینول آغاز ایجاد نکرده. ویتامین D3 موثر بوده. تغذیه میتونه در واقع روی کیفیت آغاز تاثیرگذار باشه و لازمه که به هر حال ما همیشه یک مانیتورینگی داشته باشیم از کیفیت خوراکی که در اختیار دامون قرار میدیم، خصوصا این ریزمغذی ها، که هم روی سلامت گوساله، روی وزن تولد گوساله، روی کیفیت آغازی که تولید میشه و حجم آغاز مدیریت کنیم، تاثیرگذار هستن و بتونیم یه ارزیابی مداومی از این قضیه داشته باشیم. درست. شما فرمودین که نهایتاً ظرف 6 ساعت اول آغوزو به گوساله انگار بخورم. این حداقل تایم چه ساعتیه؟ خب عرض شد که بعد و تولد مطالعات انجام شده، دیدن که مثلا شما در بعد و تولد 2 لیتر آغاز در اختیار گوساله قرار بدی و در 12 ساعت بعدش 2 لیتر، یا اینکه نه اما بعد و تولد 4 لیتر آغاز، اون حداقل 10% برای نژادی مثل هولشتاین حدوداً 4 لیتر میشه با توجه به میانگین وزن گوساله ها. اون 4 لیتر رو همون بعد و تولد دریافت کنه، میتونه در واقع غلظت ایمونوگلوبولین بالاتری رو در خون گوساله ها حدود 24 ساعت بعد از تولد ما داشته باشیم. این هرچه سریعتر دریافت کنه بهتر هست، چون به حال هر چقدر از تولد داره میگذره جذب ایمونوگلوبولین ها کاهش پیدا می‌کنه. ولی خب غلظت آغازم روی این حجم، کیفیت آغازم روی این حجم بسیار حائز اهمیت. درست. خب حالا در صورتی که کیفیت پایین آغوز طبیعی باشه، چه جایگزین‌هایی وجود داره؟ حالا ما شرایطی داریم که آغوز با کیفیت نداریم، چه جایگزین‌هایی وجود داره و چطور باید استفاده بکنیم؟ بسیار سوال خوبی هست. به هر حال ما چه بخوایم چه نخواهیم ممکنه در گله درگیر در واقع آغازهایی بشیم که کیفیت مناسبی نداره، حالا در فصول مختلف یا در دام‌هایی که اصلا سن پایین‌تری دارن یا اصلا دام زایمان کرده دچار ورمپستان هست، آلودگی آغاز بالاست و می‌بینیم در گله داره اسهال گوساله افزایش پیدا میکنه، خصوصا در اون هفته اول. خب طبیعتا ما همواره باید در گله به فکر این باشیم که بانک آغاز داشته باشیم. بله. و آغاز با کیفیت رو نگه داریم برای زمانهایی که این اتفاق میفته. ولی خب به هر حال ممکنه بانک آغاز مناسبی هم در واقع نداشته باشیم. یک راهکار اینه که از پودر آغاز استفاده کنیم. جایگزین آغاز هست در بازار، در صنعت. خب مقدارش کمه. برخی از این جایگزین آغازها از شیر انتقالی تولید شده. لذا طبیعتا ممکنه به اندازه کافی غلظت ایمونوگلوبولین ها نداشته باشه یا فراوری خوبی نشده باشه. باید یک جایگزین آغاز مناسبی رو در واقع داشته باشیم که بتونیم در صورتی که آغاز کیفیت مناسبی نداره از جایگزین آغاز استفاده کنیم اگر بانک آغاز هم نداریم. یک موقعی هم هست ما ممکنه اصلا در شرایطی قرار داریم جایگزین آغاز در اختیار ما نیست، آغاز با کیفیت مناسبی نداریم، بانک آغاز نداریم. یکی از ترکیباتی که میتونه تو این قضیه کمک کنه زرده تخم مرغ است. زرده تخم مرغ یک ایمونوگلوبولین داره IgY که از لحاظ کاری مشابه IgG هست. میتونیم در واقع به شیر انتقالی ترجیحاً، یعنی حتی آغاز یا به خود آغاز اگر کیفیت مناسبی ندارد، آلودگی نداره ولی غلظت ایمونوگلوبولیناش پایینه، به خود آغاز اضافه کنیم. اگر نه خود آغاز اصلا نمیتونیم ازش استفاده کنیم. گاوهایی که نزدیکتر زایمان کردن هنوز شیر انتقالی هستن، از شیر انتقالی اونها استفاده کنیم. زرده تخم مرغ به همراه ویتامین A و ویتامین E در واقع بهش اضافه کنیم. میتونه کمک کنه در واقع مقداری کیفیت رو بهتر کنه. خب طبیعتا شرایطش مثل شرایط آغاز نخواهد بود ولی خب IgY عملکردی مشابه IgG داره. حالا اینکه این زرده هم کیفیت مناسبی از لحاظ IgY داشته باشه خودش یک مسئله‌ایه که باید بهش توجه کنیم. خب مشخصه مثلا توی 1 لیتر آغوز ما چند تا زرده اضافه بکنیم، یعنی همچین؟ بله ببینید تقریبا برای هر یک لیتر اگر آغوز رو داریم برای هر 1 لیتر باید حداقل یه چیز اولش 4 تا 5 تا زرده رو اضافه کنیم. حالا بستگی به کیفیت خود اون آغوز هم داره. بعدم مجدد میتونیم بریکسش رو بگیریم. و اگر نه شیر انتقالی داریم خب طبیعتاً با تعداد بیشتری در واقع زرده اضافه کنیم. اگر نه اصلا شیر انتقالی نداریم، شیر هست، خب طبیعتاً تعداد بیشتری زرده که اون عدد بریکس و دانسیته مناسب هم برسیم. طبیعتاً عرض کردم هر چقدر به سمت شیر میریم با زرده تخم مرغ مخلوط میکنیم عملکردش مثل عملکرد آغاز نخواهد بود، چون فاکتور رشد رو نداره،
ترکیبات ضد میکروبی رو در واقع نداره یا خیلی کمتر هستش و طبیعتا اون عملکرد مشابه آغوز و جامعیت آغوز رو نخواهد داشت. خب آقای دکتر، یه سوالی که حالا پیش میاد، اگر که حالا با توجه به شرایط ما کیفیت آغوزمون پایین باشه یا اصلا به گوساله اون حدی که باید آغوز رو بدیم نتونیم در اختیارش بذاریم، اینجا چه عوارض و مشکلاتی برای گوساله ممکنه پیش بیاد؟ خب ما یک در واقع همونجوری که عرض کردم دوره خطری داریم. بله. تا سیستم ایمنی گوساله در واقع خودش فعال میشه و طبیعتا وقتی به اندازه کافی آغوز دریافت نکنه احتمال مرگ و میر و احتمال ابتلا به بیماری ها در گوساله افزایش پیدا میکنه تا سیستم ایمنی بدنش تقویت بشه. علاوه بر این خب فاکتورهای رشد، هورمون هایی که در داخل آغوز هست، ویتامین ها و مواد معدنی، اینها کمک میکنه به عملکرد و رشد بهتر روی تولید شیرش در شکم اول و شکم دوم و حتی اگر گوساله دچار تلفات هم نشود ما از اون ور خود زیان های دیگه رو هم خواهیم داشت. مسئله که هست برای کیفیت، برای در واقع سلامت گوساله، خب طبعا احتمال ابتلا به بیماری ها وقتی ما آغوز رو به کیفیت مناسب در اختیارش قرار ندیم افزایش پیدا میکنه. مطالعات نشون داده که ما فرضاً میگم اگر غلظت IgG در واقع سرم کمتر از 25 میلی گرم در دیسیلیتر یا 25 گرم در لیتر باشه، از اون ور احتمال مرگ و میر مثلا افزایش پیدا میکنه. وقتی که غلظت بالاتر، ما از یه غلظت حدود 10 تا یه غلظت 25 میلی گرم یه چیزی بین 4% بیشتر احتمال مرگ و میر رو در گوساله ها داریم. خب این خطر مرگ و میر هم افزایش میکنه. بله خیلی. حالا در رابطه با این که ما این آغوز رو برای اینکه بخوایم کیفیتش رو حفظ بکنیم، چه نکات کلیدی در نگهداری، ذخیره‌سازی و انتقال این آغوز باید در نظر بگیریم؟ خب این مسئله بسیار از اهمیت. اولین مورد اینه که ما آغوزی که میدوشیم از سلامتش اطمینان حاصل کنیم. بهتر اینه که به نظر من زمانی که دام داره زایمان میکنه حتما سرپستانک ضدعفونی بشه قبل از اینکه دوشیش اتفاق بیفته. مقداری حالا رگزنی هم انجام بشه، چون احتمال آلودگی در اسفنکتر سرپستانک و سینوس سرپستانک در واقع بیشتر هست. بله. رگزنی انجام بشه مقداری، نه خیلی هم زیاد، و اطمینان پیدا کنیم که آلودگی هم به آغوز اضافه نمی کنیم. ظروف انتقال آغوز و دستگاه شیردوشی که داره در واقع دامو میدوشه از لحاظ بحث سلامتش بهداشتش در واقع اطمینان لازم رو داشته باشیم. ما آلودگی به خود آغوز اضافه نکنیم و اگر بتونیم آغوز رو در واقع پاستور کنیم، خب از این جهت که آلودگی های مازادی که وجود داره از بین رفته و در واقع بار میکروبی کاهش پیدا کرده، خب این خیال ما رو راحت تر میکنه، یک اطمینان خاطری به ما میده. چون به هر حال ما در گله ها همواره با مشکلات بهداشتی روبرو هستیم و آلودگی در سطوح بالایی در گله، در دستگاه شیردوش و نیرویی که این کار داره انجام میده وجود داره. خیلی هم خب رعایت هم میکنیم، ولی خب به هر حال آلودگی در محیط هست. در بحث ذخیره سازی و نگهداریش هم باز این فرآیندی که ما طی می‌کنیم برای ذخیره سازی، ظروفی که استفاده می‌کنیم، بله. حفظ دما، جلوگیری از شوک حرارتی که وارد بشه، حتی در زمان تاوین، در زمان یخگشایی خب طبیعتا نباید از دمای مستقیم استفاده کنیم و نباید چند بار ما یه آغوز رو در واقع حجم آغوزی که ذخیره کردیم از بس زیاد باشه مجبور بشیم مثلا یخگشایی کنیم، یه مقدارش رو مصرف کنیم، دوباره فریز کنیم. اینا کیفیتش رو کاهش میده. بسته هایی که استفاده میکنیم باید به اندازه اون وعده‌ای که میخوایم به اون گوساله بدیم باشه، بیشتر نباشه که نیاز به فریز کردن مجدد و یخگشایی نداشته باشه که در واقع آلودگی و کیفیت آغوز، آلودگی اضافه نشه و کیفیت آغوز دچار مشکل نشه. برای یخگشایی هم باید از آب ولرم حدود 50 درجه استفاده بشه، حرارت مستقیم که به هیچ عنوان، و در آب گرم اینو به صورت غیر مستقیم یخگشایی کنیم. خب طبیعتا هم باید به فکر این باشه وقتی زایمانی وجود داره اگر قرار است از بانک آغوز استفاده کنیم زودتر این کار رو انجام بدیم که آغوز آماده باشه، اون زمان طلایی رو از دست ندیم. دمای خود آغوز باید چند درجه باشه؟ حدوداً باید حدود 38 درجه تا 40 درجه باشه، بستگی به این تایمی داره که ما داریم اینو به گوساله میدیم، ولی حدود 38 درجه سانتیگراد باشه، نزدیک به دمای بدن خود گوساله 38 39 درجه سانتیگراد باشه دمای مناسبی. شما ممکنه آغوز رو دوشیدین
بخشی به گوساله دادین خورده، اینو میتونید در داخل یخچال نگهداری کنیم برای مدتی. بهتر این که اگه قرار است دوباره در وعده بعدی بدیم، اینو داخل آب ولرم بذاریم، دماش افزایش بدیم به حدود 39 درجه 38 درجه که نزدیک به دمای بدن خود گوساله باشه. بسته‌بندی‌های آغوز به نظرتون مثلا 1 لیتری باشه، 2 لیتری باشه، حالا با توجه به این نکته‌ای که اشاره کردید؟ معمولا آغوز تو ظروف 1.5 لیتری 1 تا 1.5 لیتری نگهداری میکنن. حالا بسته به نیاز، شما مثلا فرضاً اگه 1 لیتری از 4 لیتر نیاز دارین، 4 تا بسته 1 لیتری رو یخگشایی میکنن. درست، خیلی هم عالی. چون فریز کردنش هم راحت تره. بسته‌های کوچیک خیلی سریعتر فریز میشه و خب ما چون فریزری که داریم استفاده میکنیم به تدریج دما رو کاهش میده. درست، حتی بحث باز شدنش هم فکر میکنم راحت تر. بله، هم یخگشاییش هم راحت تر، هم فریز کردنش راحت. بسیار هم عالی. آقای دکتر، یه سوالی که حالا من تو ذهنم داشتم این که شاخص‌های ارزیابی تغذیه صحیح آغوز چیه؟ این که تغذیه صحیح اتفاق افتاده است. بله. خب این سوال مهمی هست. عرض کردم ما گاهن فقط آغوز میدیم، میگیم به گوسالمون آغوز دادیم دیگه، خیالمون راحته. درسته. آغوزم عدد بریکسش رو گرفتیم و عدد بریکس خوبی داشته، همه چیز اوکی. بله. همونجوری که هستم خیلی از عوامل روی جذب ایمونوگلوبولین ها در واقع تاثیرگذار هستن به عنوان یک شاخص بسیار مهم برای ما و لذا لازمه که ما اطمینان حاصل کنیم که به اندازه کافی ایمونوگلوبولین جذب شده است. الزاماً اگه ما آغوز با کیفیت مناسبی داریم میخورونیم، الزاماً دلیل بر این نیست که جذب ایمونوگلوبولین ها به اندازه کافی اتفاق افتاده. خب مهمترین شاخصی که ما برای جذب ایمونوگلوبولین ها اندازه گیری میکنیم توتال پروتئین سرم هست و خود ایمونوگلوبولین ها. بله. باید حدود 24 ساعت بعد از خوراندن آغوز 24 تا 48 ساعت معمولاً نمونه خون گرفته میشه. عدد بریکس با همون دستگاه بریکس میتونیم عدد بریکس بگیریم، منتها عدد بریکس سرم با آغوز متفاوته، لذا احتمالاً نیاز به 2 تا دستگاه دارن. عدد بریکس رو اندازه گیری کنیم. در ارزیابی در واقع عدد بریکس سرم، توتال پروتئین سرم باز به عنوان یک شاخص و غلظت ایمونوگلوبولین ها، خب مطالعات مختلف انجام شده، کاتاف پوینت های مختلفی گزارش شده و یکی از در واقع شاخص هایی که برای این شاخص ارزیابی که گذاشته شده در سال 2020 اینه که ما اگر غلظت ایمونوگلوبولین سرممون کمتر از 10 میلی گرم باشد یعنی ضعیف، وضعیت ایمنی در گله، وضعیت درون دام وضعیت ضعیفی است. اگر بین 10 تا 17.9 میلی گرم در دیسیلیتر باشه یه چیز نسبتا مناسبی. از حدود 18 تا 24.9 خوبه و 24 به بالا یعنی وضعیت بسیار مناسبی وجود داره. نکته که اینجا وجود داره، ما نباید به صورت نقطه‌ای به قضیه نگاه کنیم. یعنی که ما بیایم مثلا ارزیابی کردیم میگیم خب میانگین عدد بریکس ما، میانگین غلظت ایمونوگلوبولین سرم به این حد است. میانگین شاخص مناسبی برای ارزیابی نیست. باید حداقل حدود 40% از گوساله های ما که داریم ارزیابی انجام میدیم بالای 24.9 بالای 25 باشه که نشون میده در واقع وضعیت ایمنی گله وضعیت بسیار مناسبی هست. حدود 30% 18 تا 24.9 باشه، حدود 20% 10 تا 17.9 باشه و کمتر از 10% از گوساله های ما باید غلظت ایمونوگلوبولین خونشون کمتر از 10 میلی گرم در دیسیلیتر باشه. این بسیار از اهمیت در ارزیابی ایمونوگلوبولین ها و حتی توتال پروتئین سرم این باید رعایت بشه و در واقع میانگین ها رو فقط به میانگین ها توجه نکنیم. خب اندازه‌گیری توتال پروتئین سرم یک شاخص دیگه است که انجام میشه 24 ساعت بعد از در واقع مصرف آغاز. برای توتال پروتئین سرم هم ما باز همین شاخص داریم، کمتر از 51 خیلی وضعیت نامناسب ضعیفه، 51 تا حدود 56 دهم نسبتا خوبه، 56 دهم تا 58 وضعیت خوبی هست، 58 به بالای 59 به بالا این باز نشون میده که وضعیت مناسبی است. گاهن ما خب داریم در واقع توتال پروتئین اندازه‌گیری نمی‌کنیم، یعنی کارشناس ما داره عدد بریکس سرم رو اندازه‌گیری می‌کنه. اینها با هم متفاوته. بر عدد بریکس سرم کمتر از 8.1 وضعیت نامناسب هست. یعنی وقتی داریم بریکس سرم رو اندازه‌گیری می‌کنیم ما 9 تقریبا 2 دهم به بالا 9.1 به بالا وضعیت فوق‌العاده است. لذا اونجا هم باید مراقب بود، کمتر از 8.1 و کمتر در واقع وضعیت نامناسب هست وقتی عدد بریکس سرم رو می‌گیریم.
حدود 8.1 تا 8.5 یا 8.6 وضعیت نسبتا خوبه. 8.6 تا حدود 9 وضعیت مناسبی هست. 9.1 به بالا که وضعیت خیلی خوب و عالی هست. اینو باید حتما در واقع مد نظرمون باشه. عرض کردم اصلا میانگین ها نمیتونه شاخص خوبی باشه، چه برای توتال پروتئین، چه برای در واقع عدد بریکس سرم، چه برای غلظت ایمونوگلوبولین ها خصوصا آی جی جی در سرم. باید اون 40%، 30%، 20 و 10% رعایت بشه. در چنین شرایطی وضعیت گله وضعیت خوبی است. حالا الزامی نداره حتما 10% گله‌مون کمتر از 10 میلی گرم باشه یا عدد بریکسش کمتر از 8، ولی نباید از اون بیشتر باشه. اگر اصلا ما نداشته باشیم که نشون میده ایمنی خوب انتقال پیدا کرده، هم کیفیت آغاز خوب بوده، هم مدیریت خوراندن آغاز خوب بوده و هم جذب آغاز خوبی اتفاق افتاد. خب اگر حالا این اعداد با توجه به استانداردی که وجود داره ما بررسی کردیم و دیدیم که این اعداد کمتر از حد استاندارده، اونجا چه راهکاری رو شما پیشنهاد میدید برای اینکه خب سطح ایمنی رو بتونن بیارن دوستان بالاتر؟ خب این نشون میده به هر حال با این فرض که ما آغاز با کیفیت مناسب خوروندیم. بله. اگر روی ارزیابی از آغازمون مشکل داریم، ممکنه که اصلا کارشناس ما گاهن من گله رفتیم ویزیت داشتیم دیگه، خب من عدد بریکس هم عدد بریکس خوبی بوده. درسته. و رفتیم نگاه کردیم مثلا در فصل زمستان در یک شرایط خیلی سرد عدد بریکس رو ارزیابی کرده، بس این عدد صحیح نیست. استاندارد شده 25 درجه سانتیگراد، 25 درجه. باید اولا مطمئن باشیم ارزیابی صحیح بوده، آغاز ما کیفیت مناسبی داشته. درسته. مطمئن بشیم که نیروی ما به حجم مناسب و در زمان مناسب آغاز در اختیار گوساله قرار داده. وقتی از اینا اطمینان پیدا کردیم و مطمئن شدیم چنین اتفاقی افتاده، باید بریم دنبال باقی موارد. آیا آلودگی میکروبی ما بالاست که جذب آغاز به اندازه کافی اتفاق نیفتاده؟ آیا اگر ما فراوری داریم انجام میدیم، مثلا پاستور داریم میکنیم، پاستوریزاسیون منجر به آسیب شده چون اینا پروتئینن؟ بله. اگر دمای پاستوریزاسیون بالا باشه دینچوریشن اتفاق میفته و عملا دیگه خاصیت آنتی بادی خودش رو از دست میده، چون ساختارش تغییر میکنه. لازمه که ما ارزیابی کنیم نقاط مختلفی که وجود داره، گلوگاهایی که از تک به تک ارزیابی کنیم مشکل کار ما در واقع کجا هست. بسیار هم عالی. خیلی ممنون با توجه به توضیحات خیلی خوبی که دادین. در آخر اگر که توصیه‌ای هست، حالا با توجه به اینکه شما فارم‌های زیادی رو ویزیت می‌کنید، توصیه‌هایی که حالا در رابطه با گوساله و مصرف آغوز به دوستان میخواید بگید، هم اگر من توی سوالام نپرسیدم خوشحال میشم شما خودتون بفرمایید. نکته‌ای که وجود داره، ما معمولاً حالا علاوه بر بحث خود حالا آغوز و گوساله دانی و آغوز خونه و مسائل از این قبیل، همواره ما متاسفانه خیلی جا چون با دام داریم سر و کار داریم، گاهن اون در واقع خطکشایی که ما برای انسان میذاریم برای دام نمیذاریم. معمولا ما خب میگیم گاو دیگه، خیلی به بحث بهداشت توجه نمی‌کنیم. درست. اینه که مهمترین مسئله اینه ما گوساله دانی، گوساله بیس یک گله است. یعنی یک مصرف آغاز با کیفیت مناسب میتواند روی تولید شیر گله تاثیر بذاره. شما گله می‌بینید میگه گله من ژنتیکشون خوبه، از فلان گله خریدم، تریس‌های خوبی آوردم، ولی تولید شیرم خوب نیست. درسته. الزاماً همه چیز فقط اون خوراکی نیست که شما به گاوتون میدین که تولید خوبی داشته باشه. اینه که همین آغاز میتونه روی تولید شیر تاثیر بذاره، همین افزایش وزن روزانه گوساله میتونه روی تولید شیرش تاثیر بذاره، عدم ابتلا به بیماری ها یا کاهش بروز بیماری ها یا طول دوره کمتری که گوساله در معرض بیماری هست میتونه روی تولید و عملکردش تاثیر بذاره. لذا لازمه که ما یه مقداری دیدگاهمون رو متفاوت‌تر کنیم، با حساسیت بیشتری نگاه کنیم. آنچه که از اهمیت ارزیابی داده هاست، ما خیلی از گله های بزرگ رو داریم، داده زیادی هم در واقع سیو میکنن روزانه در نرم افزارهایی که دارن یا ثبت میکنن در دفاترشون، ولی ارزیابی انجام نمیشه. ارزیابی داده انجام بشود، حساسیت بالایی حداقل در گوساله دانی داشته باشیم، در زایشگاه حداقل حساسیت بالایی داشته باشیم برای گاوهای خشک انتظار باز و همین شکل، چون اینها میتونه روی سلامت گوساله ما، روی کیفیت آغازی که داریم تولید میکنیم، روی جذب ایمونوگلوبولین ها موثر باشه که بتونیم یک گوساله خوب با کمترین بیماری، با کوتاه‌ترین اگر به بیماری هم ابتلا میشه کوتاه‌ترین طول دوره درمان داشته باشیم که بتونیم گله
در واقع خوبی داشته باشیم. ما فکر نکنیم چون با دام سر کار داریم نه اگر آلودگی هم وارد بشه مهم نیست دیگه دامه. باید واقعا به دیدگاه من خصوصا در زایشگاه و گوساله‌دانی فکر کنیم ما در واقع شیرخوارگاهی هست. اون سطح از بهداشتی که ما داریم رعایت میکنیم زیان نخواهیم کرد. هر چقدر سطح بهداشت و کنترل های ما بیشتر باشه مثل یک در واقع زایشگاه بهش نگاه کنیم در واقع حوزه انسانی میتونیم خیلی موفق تر عمل کنیم. بسیار هم عالی. خیلی ممنونم آقای دکتر از اینکه وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید. بسیار عالی بود. انشالله که توی برنامه‌های بعدی هم بتونیم در خدمت شما باشیم. ممنون از شما، سپاسگزارم. خواهش میکنم. شرکت سپهرسامان فرتاک تولید کننده تخصصی افزودنی‌های خوراک دام، طیور و آبزیان هست و در طی سالهای گذشته تونسته محصولات تخصصی در این سه حوزه ارائه بده. راه‌های ارتباطی با ما هم روی صفحه درج شده و شما از طریق هر کدوم از این راه‌ها میتونید با ما ارتباط بگیرید. ممنون از اینکه تا اینجای برنامه همراه ما بودید و این برنامه‌ها ادامه دار خواهد بود و ما هم خوشحال میشیم به همراهی شما خوبان.